آقای رئیس جمهور، میخوایم بدونیم من چی فکر میکنم؟ من جهانی رو میبینم که 25 سال دیگه منابع آمریکا توش از بین رفته. تمومه. تقاضا 30-40% بالا رفته و ما 2 تا اقیانوس داریم که ما رو از بقیه منابع جهان دور نگه داشته. فکر میکنین اون موقع کسی متحدمون میمونه؟ ما 5% جمعیت کره زمینیم و 25% از انرژیشو استفاده میکنیم. فکر میکنین روسیه و چین وقتی خودشون به اون منابع نیاز دارن میان کمکمون کنن؟ 80% منابع آتی انرژی جهان اینجا تو اوراسیا است، جایی که در نهایت هدف ماست: نفت، گاز، آب. عراق به تنهایی 10% از منابع جهانو داره. 60 تا از 80 چاه نفتش هنوز دست نخوردن و حدود 100 میلیارد بشکه هم تو صحرای غربیشون دارن. تو دریایی از نفت شناورن. ما در بیش از 120 کشور در سرتاسر جهان پایگاه داریم. اگه عراقو بهش اضافه کنیم ببینین چه اتفاقی میفته. اون وقت در گلوگاه حاصل خیز تمدن قرار میگیریم. منابع فوق‌العاده ما در دجله و فراته. همونطور که دان گفت باید این باطلاقو خشک کنیم، بازسازیش کنیم و منابعش رو تصاحب کنیم. صاحبش اونان، ولی ما میگردونیمش. خطهای لوله، مسیرهای دریایی، منابعشون هزینه بازسازی رو میده. سلسله از قدرت که نسل‌ها در آمریکا جریان خواهد داشت، البته اگه طبق نقشه پیش بریم. خب دیک، برنامه خروج واقعیمون از عراق چیه؟ خروجی در کار نیست. ما میمونیم. مثل تاجر نفت. کالین، تو دهه 90 تو هم بخشی از برنامه بودی. تو از برتریمون تو تسلیحات، فضا، مسائل کامپیوتری و الکترونیک حمایت کردی. موافقت کردی هیچ وقت نذاریم یه قدرت نظامی یا اقتصادی جلومون قد علم کنه. آزاد کردن این سلاح روی چنین افرادی مثل این میمونه که با تفنگ فیلکشی مورچه از پا در بیاری. تو جنگ پیش دستی میکنیم، اسمشو میذاریم پیشگیری و به خودمون این حقو میدیم که هر وقت خواستیم از بمب اتم استفاده کنیم. کاری رو شروع میکنیم که پایانش معلوم نیست به کجا میکشه. این نظام جدید جهانی نیست، جهانیه که دیوانه شده و مطمئنم این چیزی نیست که مردم بخوان. کارین، هیچ کس با ما مخالف نیست. خودت اینو میدونی. تا زمانی که خوب کنترلش کنیم. و زمانی میتونیم این جنگو کنترل کنیم که بدونیم ازش چی میخوایم. تو جورچینی که چیدیم همه تکه‌ها باید سر جاشون قرار بگیرن و این وسط چی کمه؟ ایران. منبع اصلی. ایران 3مین منبع نفت جهانی رو داره. 40% از نفت جهان درست از اینجا، یعنی تنگه هرمز، رد میشه. ایران رو کنترل کنیم، اوراسیا تو دستمونه، جهان تو دستمونه. امپراتوری واقعی. اینطوری کسی با همون در نمیفته.